همون خطیب دعا کرده است ای پروردگار همین 3 قطی کراسکادا نیاز داریم 2 کیلومتر اینا میل چوراده اینم یه چیزی که همین را برسون ما میگه وقتی نماز اومدیم مقصد همین چیزا رو خریدیم و آوردیم دادیم گفتیم از برای خدا همین چیزی هست که در نماز جمعه با میکروفون خدا گفته طلب کنی لو بوی کسبو میگیرم میتاب ای او یا میل چای گفت من ای خدای خودم طلب میکنم من با شما چیکار دارم ای خدا طلب میکنم خداوند توسط این شما میارم میرسون تا ای بزرگ بگرو در مسجد بیا از من طلب کن تا به هیچ ما همه چیز دهیم ور دیگر خواهی پس نیز دهیم دریای فضل پروردگار که جوش زده رفته است افسوس صد افسوس که کارمون میگالتا پیش 100 مرد نامرد گردن کج بکنیم از پروردگار متعال طلب نمیکنیم یک صوفی میگه در بغداد یا هر کجایی میرفته است ناخواست در گوشش یه صدا اومد یا عسل فروش بوده صدا میکنه که بچه عسلی ارزان ده بیا ارزان میتون این بیچاره گوش نبوده است این شیخ وقتی عسل گفتن دهن شوک شد پیش عسل فروش اومد شیخ صوفی گفت ای مردی صبور میدهی چیزی به هیچی فرضهای مرا انجام دادن است میگه خدا بنده ای که نماز 5 گانه فرضی را میخونه بنده ای که روزه ماه شریف رمضان را میداره بنده ای که وقتی خداوند متعال امکان و شرایطش داده است زکات مالش را میپردازه وقتی که صاحب قدرت استطاعت شد حج خانه خدا را انجام میده میفهمه که چیز حرام است از حرام اجتناب میورزه سبحان الله این بنده به سوی پروردگار قریب بشود این قربت به سوی الله است این الحمدلله رب العالمین ما و شما در شب‌های قرار داریم که بسیار طولانی اند و دراز هستند شب به حال جوان مرد که به شب خیزه نماز تهجد بخونه آخه همین خوبی دنیا بیزار بشه چند خوب میکنی شب به درجه دراز است که هرچند که خوابالو را باشی ساعتهای 4 و 5 البته بیدار میشه همین 5 دم اگر خیستی 100% امکان است که نماز تهجد بخونی اگه جوان مرد بشوین همون 5 دم که خیستی طهارت کنی نماز بخونه نماز تهجد عیده تا 8 رکعت در این مورد صحبت زیاد داریم که دیگه تکرار نمیکنیم خشوع به حال بنده که همین کار را انجام میده ان شاء الله خدا را از خودش خشنود میگیره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم بر شما بود ای مسلمانان قیام شب زیرا قیام شب عادت مردای صالح پیش از شما بود و هو قربتون الی ربکم انا قیام شب سبب قریب شدن شما به سوی پروردگار می شود و تکفیر لسیئات کفارت گناه ها و خطاهای شما می شود و منهات للاثم با واسطه همین قیام شب خدای تعالی همون گناه ها و جنایات کرده همون را محو میگردونه آدم پاکیزه و تازه می شود ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه وقتی میگه بنده صالح من متداوم عملهای نافله را انجام میده من شعر بچه‌ای را میدونم که الحمدلله رب العالمین نماز ضحاشو هیچ وقت کنده نیست نماز اوابین هم میخونن و شب نماز تهجد میخونن روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزهای نافله میگیرن یعنی که همین کارشو یک بار و دو بار نیست دائمی است خداوند متعال میگه که وقتی که بنده متداوم توسط عملهای نافله عبادتی را انجام میده من این بنده را دوست میدارم کسی که لوبیم چی که الله شوه ماشاءالله یه رئیس لوبیم چی که باشه که کتنگی میکنه گیلوی توبه در مکتب میانه یک کس لوبیم چی که اگر معلم باشه دیگه فوقش در آسمون میرسه خشا به حالی بنده ای که لوبیم چی که الله شوه من دوستش میدارم میگم این بنده را وقتی که متداوم همین عملها را انجام بده برای خودش میکنه برای آخرت خودش میکنه توشه قیامت شد اما ببینه که خدای تعالی با منتداریش کرده است میگه که من این بنده را دوست میدارم
یعنی یک روز روزه میگیریم اوخی در چشم ما اندک میتوه در همین روزهای کوتاه استفاده برای همین روزها را بگیری از برای خدا تابستون مایلش خیلی 16 17 18 ساعت گرم تشنه میمونی اوخی از برای خدا همین روزهای همین چی امکان داره چند قایی که روزه گرفتن نتونه من صام یوما فی سبیل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خریفا حدیث متفق علیه بخاری و مسلم آوردیانش حضرت میگه که هر کسی که یک روز به خاطر الله روزه میگیره خداوند متعال این بنده را 70 ساله را ای آتش جهنم دور میداره برای اینم یک روزی روزه این بچه روزه رفته استیان الشتاء و ربیع المؤمن انم زمستان بهار عمر مسلمان ای طال لیله فقام و قصر نهاره فصام چرا بهار عمر مؤمن ای شبای دراز داره که به حضور مسلمان میتونه که نماز تهجد بخونه روزای کوتاه داره که به حضور میتونه که دل خواه آدم روزه شب بگیره روزهای قضایی داریم در گردنمون از برای خدا همه امیر ادا کردن در کار کن قضایی را کفارتنه قضایی را شرط نیست که پای در پای بگیری همون روزهای دوشنبه و پنجشنبه هم انشالله منیت قضایی گذشته بگیری عزیمت ساقط بشود و فرد روز قیامت همه حساب کتاب داره پرسیده میشه حضرت خداوندی میگه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به اگر به شرط من بنده را دوست داشتم من گوشی همون بنده میشم که با واسطه همون فقط گپی حق میشنوم و بصره الذي يبصر به من دو دیده بینای بنده میشم که فقط حقیقت هم میبینه دیگه او را دیگه گمراهش کرده نمیتونن و یده التي یبطش بها دستی بنده میشم که با او دست هر چیزی را میقپه یعنی هدایتش میکنم و رجله التي یمشی بها پای او بنده میشم که با او پا حرکت میکنه یعنی که هیچ کس را از هدایت پروردگار دیگه ذلیل و گمراه کرده نمیتونه الله اکبر ولا این سألنی لأعطینه همین بنده میگه الله عزوجل اگر چیزی طلب کنه به مرادش میرسونمش عطاش میکنم ولا این استعاذنی لأعیذنه اگر از من پناه طلب کنه از شر هر ظالمی باشه البته که من پناه میتونم بنده سبحان الله کسی را خدا پناه داد کی خورش کرده میتونه الله به قدر نعمت خدا نمیرسید حضرت شیخ عطار قصه میکنه صوفی میرفت در بغداد زود در میان راه آواز شنود یک صوفی میگه در بغداد یا هر کجایی میرفت است ناخواست در گوشش یک صدا اومد اون یکی گفت انگبین دارم بس میفروشم سخت ارزان کو کسی یا اصل فروش بوده صدا میکنه که بچه اصلی ارزان ده بیا ارزان میتون این بیچاره گوش نبوده است این شیخ وقتی اصل گفتن دهن شوک شد پیش اصل فروش اومد شیخ صوفی گفت ای مردی صبور میدهی چیزی به هیجه اومد پیشش که جورا اصل گفت یک مقصد مایلم پیدا شد پول ندارم میتیم یک گل لیسک میتیم میدهی چیزی به هیجه گفت دور تو مگر دیوانه ای بوالحواس کس به هیجه کی دیه چیزی به کس گفت تو سرت زدگی دیوانه ای چی و من میگم ارزان میفروشمش کی گفتم که هم تا مفت خلیوه میتو حاطفه گفتش که صوفی درای یک دکان زین سو که هستی برترای تا به هیجه ما همه چیز دهیم همین وقت در گوشش از صدای غیبی اومد که خانواباد در بین بازار از مخلوق چیز طلب میکنی؟ تا ای بازار ببرو در مسجد بیا از من طلب کن تا به هیجه ما همه چیز دهیم ور دیگر خواهی پس نیز دهیم دریای فضل پروردگار که جوش زده رفته است افسوس صد افسوس که کارمون میغلطه پیش 100 مرد نامرد گردن را کج میکنیم و از پروردگار متعال طلب نمیکنیم نباشو که خدای مزر خودش کفایت میکنه اما سالایی که بازاری 82 گردان بود یک
برادر یک تاجیک بار میزد ای پاکستان بار میزد خیسه کرد گفت که یک روزی جمعه مسجد رفتیم در کراچی باشه مسجد رفتیم میگن خطیب گپ زده سه با ما یک ترجمان داریم ما زمان اردو کلمه‌های فارسیش بسیاره به هر حال فعلش همش همون گلاگول همه هندیه کو یک ترجمان داره میگه ترجمه کرده است همون خطیب دعا کرده است ای پروردگار همین سه قطی کراسکادا نیاز داریم 2 کیلو میخ اینا میل چوراده اینم یک چیزی که همین را برسون ما میگه وقتی نماز اومدیم مقصد همین چیزا رو خریدیم و آوردیم دادیم گفتیم از برای خدا همین چیزی هست که در نماز جمعه با میکروفون خدا گفته طلب کنی لوگوی کسبو میگیرم میتاب ای او یا میل چای گفت من ای خدای خودم طلب میکنم من با شما چیکار دارم ای خدا طلب میکنم خداوند توسط این شما میونه میرسونش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که همین بندی پاکپوشی تا از خدا طلب کن چه جای بایی میخ جای کراسکا و بندی پاکپوشی این بندی پاکپوشی چقدر داره همین هم میگه حتی ای خدا طلب کنی